بزغاله ها شروع کردن وسیله های آشپزخونه رو به طرف گرگ پرتاب کردن. گرگ سرش درد گرفت و افتاد پایین. گرگ بعد از اینکه کلی فکر کرد به طرف آسیاب دوید و یک کیسه آرد پیدا کرد. پنجه هاشو کرد توی کیسه آرد تا کاملا سفید شدن و بعد دوباره آقا گرگه به طرف خونه خانم بزی برگشت و در زد. باز کنی ها، درو باز کنی. بازم بزغاله ها به هم دیگه نگاه کردن ولی درو باز نکردن. وای، نکنه فکر کردین من آقا گرگیم. منم مادرتون واسهتون از بازار خوراکی خریدم. درو باز کنید بچه زود باشید. صدای گرگ دقیقاً مثل صدای مامان بزی بود. بزغال کوچولو یواشکی از شکاف در نگاه کرد.